سلام به شما شنونده عزیز، خوش اومدید. سلام عرض میکنم. امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به آخرین خبرها درباره وام‌های مشاغل خانگی تو ایران. دستورالعمل جدید اومده برای سرعت دادن به پرداخت وام‌های مشاغل خانگی. بله. با سقف‌های مختلف از 150 میلیون برای فردی تا 300 میلیون برای رسته‌های خاص و 4 میلیارد برای مدل پشتیبان. و به نظر میاد یه تلاشی هست برای رفع مشکلات قبلی و همکاری بیشتر بین دستگاه‌ها. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا بریم قسمت بعدی برنامه. میدونید که این مشاغل خانگی خیلی مهمن دیگه، نه؟ بله خیلی. بخش بزرگی از اشتغال دنیا رو تشکیل میدن. حدود 23% گفتید. دقیقاً. حالا منابع ما هم گزارش‌های رسمی و جدید هستن. میخوایم ببینیم این وام‌های جدید، این قوانین با توجه به چالش‌هایی که قبلاً بوده، واقعاً قراره کاری بکنه یا همون داستان قبلیه. ولی شاید این بار جدی‌تر باشه، مخصوصاً که روی کاهش بوروکراسی هم تاکید کردن. دقیقاً. ببینید کاهش بوروکراسی اگه واقعاً اتفاق بیفته، خیلی کمک کننده است برای شما که میخواید اقدام کنید. ولی حرف تا عمل. همین دیگه. یادمون نره پارسال چی شد. آقای میدری که قبلا مسئولیت داشتن گفته بودن فقط نصف تسهیلات مصوب مشاغل خانگی پرداخت شده عملاً. بله، این یه سابقه نچندان جالبه راستش. یعنی هدف گذاری خوبه، همکاری هم خوبه، ولی اجرا همیشه اون پاشنه آشیل قضیه بوده. حالا بریم سر اصل مطلب، یعنی خود وام ها. مبلغا چجوریه؟ برای افراد مستقل، یعنی کسی که خودش میخواد یه کاری راه بندازه، تا سقف 150 میلیون تومان. البته بسته به طرحش. 150 میلیون. و برای اون رسته های خاص که گفتید چی؟ اونها تا 300 میلیون تومان هم میتونن بگیرن. این رسته های خاص هم با توافق دستگاه ها و بانک مرکزی مشخص میشن دیگه. یعنی مثلا چی میتونه باشه این رسته های خاص؟ صنایع دستی خاصی یا مثلا کارهای دانش بنیان تو خونه؟ مثلا ممکنه حوزه‌ای باشن که اولویت دولت هستن، مثلا چیزی که صادراتی باشه، یا مثلا خدمات آیتی که تو خونه انجام بشه، یا چیزایی که تو زنجیره تأمین نقش دارن. لیست دقیقش رو من ندیدم راستش. و میرسیم به اون عدد بزرگ، 4 میلیارد تومان برای پشتیبان‌ها. این خیلی تفاوت داره با اون 150 تومان. این پشتیبان‌ها کی هستن؟ ببینید اینجاست که قضیه یکم متفاوت میشه. پشتیبان‌ها فقط پول نمیدن. اینا یه جورای هماهنگ کننده یا حتی سازنده یه شبکه از کسب و کارهای کوچیک خونگی هن. یعنی چی؟ مثل یه شرکت که با چند تا تولید کننده خانگی کار میکنه؟ دقیقاً. فرض کنید یکی میاد، حالا یه فرد یا شرکت، یه شبکه از تولید کننده های خانگی رو زیر نظر میگیره. کمکشون میکنه تو آموزش، مواد اولیه، کنترل کیفیت و مهمتر از همه فروش و بازاریابی. پس اون 4 میلیارد با سود 4% در واقع برای اینه که این مدل شبکه سازی تقویت بشه. بله، چون این پتانسیلش برای رشد و اثرگذاری بیشتر از وام‌های تکه. البته این پشتیبان‌ها هم باید از طریق سایت وزارت اقتصاد احراز هویت بشن، یعنی یه فرایند مشخصی داره انتخابشون. پس شاید این راهی باشه برای اون مشکل همیشگی مشاغل خانگی، یعنی بازار فروش. میتونه باشه، پتانسیلش هست، ولی اجرای این مدل هم ساده نیست و باید دید چقدر موفق عمل میکنن این پشتیبان‌ها. اگه برگردیم به مزایای کلی مشاغل خانگی که همه میدونیم، بیکاری رو کم میکنه، هزینه‌اش پایینه، ریسکش کمتره، مجوز گرفتنش راحت‌تره، انعطاف پذیریش هم خیلی مهمه. بله. برای شما که شاید دارید به این فکر میکنید، این وام‌ها اگه واقعا برسن دستتون، میتونن اون مانع اولیه مالی رو بردارن، ولی اون اگه مهمه هنوز. و در سطح کلان هم به اقتصاد محلی کمک میکنه، درآمد خانواده ها، تنوع بازار، همه اینها هست. اما باز هم سوال اصلی پابرجاست، امسال اجرا چطور خواهد بود؟ دقیقاً. امسال که میگن میخوان 40% تحصیلات رو بیشتر کنن، باید یکم با احتیاط نگاه کرد بهش. به نظرم بله، یعنی باید امیدوار بود، ولی باید دید در عمل چی پیش میاد. نمیشه گفت تضمینی هست، ولی حداقل نشون میده از مشکلات آگاهن. صحبت‌های آقای سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار. بله، چی گفتن ایشون؟ گفتن که پرونده هایی که تا تیر 1403 تشکیل شده، تحصیلاتشون رو تا تیر 1404 میگیرن.
یعنی یه جورایی دارن به اون تأخیرها رسیدگی میکنن ظاهراً. آها، پس یعنی اولویت با پرونده‌های قبلی فعلا که البته منطقیه. بله به نظر میرسه، ولی نکته جالبش اینه که گفتن این نتیجه همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است. خب این همکاری بین دستگاهی چیز جدیدی نیست لزوماً، هرچند که سابقه سال گذشته یکم نگران کننده است. دقیقاً. و یه نکته نهایی هم شاید بد نباشه شما بهش فکر کنید. این پول و وام خیلی مهمه، شکی نیست. قطعاً. اما چی باعث میشه یک کسب و کار خانگی فقط شروع نشه، بلکه پایدار بمونه، رشد کنه؟ فکر کنید به مهارت‌ها، دسترسی به بازار، استفاده از تکنولوژی، شبکه سازی. اینا چقدر مهمن؟ یعنی فقط پول کافی نیست. اصلاً. شاید اون نقش پشتیبان اگه درست اجرا بشه، بیشتر از پول تو همین زمینه‌های غیرمالی بتونه کمک کنه. این چیزیه که باید دید در آینده چطور پیش میره.